اگر شوهر خود را زن تیم بعدا رشک کنی گناهگار میشوی؟ التماس به سوال جواب گردانید. خب سبب در چی باشد؟ بسیار هوس در دل پیدا می شود که خیر شوهر را زن دوم دهم. التماس در حق من دعا گو باش، خداوند نگهبان تو باش. اگه خواهر محترم خوب فکر کرد بعد شوهر دومش بتی تا مردنش عذابش بتی در مونش تنج بیسته. اما اگر او قدر زنی به ایمان باشی و او قدر زنی به توفیق خدا ترس باشی، ان شاء الله که نشانه جنتی بودنی است. اگر بخوای که شوهر تز، اما اگر رشک کنی گناهگار میشوی. رشک بخیلی را میگن، نسبت بدبینی و بخیلی به زن دوم، این البته را گناهگار میشوی. زنهایی که یعنی زن اول هستند نسبت حرکت داشته باشن نسبت به باخچونهاش رشک نکنن که البته را گناهگار میشن. جناب پیامبر همیشه یعنی حضرت عایشه مادرمون یا دیگر همسرهاشون تاکید میکردن. حتی روز جناب پیامبر صلی الله علیه و آله همراه حضرت عایشه مادرمون نشسته بودن، حضرت صفیه که دیگر از همسرهای جناب پیامبر بودن در نزد حاضر شدن. حضرت صفیه مادرمون میگه قامتی پست داشتن. بعد از آن حضرت عایشه گفتن که یا رسول الله صفیه قدی پست داره، قامتی پست داره، همیشه تو صفیه میگوی یعنی تعریف میکنی، وصفش میکنی. جناب پیامبر میگه بسیار ناراحت شدن. گفتن ای عایشه تو یک گپی بدبوی گفتی که اگر این گپی تو را در یک بحر به اندازن اون بحر بدبو میگردونه. یعنی که جناب پیامبر بسیار ناراحت. همیشه جناب پیامبر همسرهاش تاکید میکردن که نسبت به همدیگرش رشک نداشته باشن. به این خاطر البته رشک کردن خواهرای محترم در شریعت حرام است و گناه است. اگر شوهرت زن دادنی باشه خوب فکر کن، خوب فکر کن بعد از اون عمل. اما اگر زنش بودی و بعد از اون پشیمان شی بعد رو تا سیاه کنی و دوباره بعد ناتنجی و فتنه در حیات پیدا شد، دمونش آرام خوب بیسته.